ترموستات W3001 داری ولی نمیدونی چجور سیم کشیش کنی، بیا تا برات بگم که هم با لامپ هم با دیمر و هم با المنت به راحتی بتونی این ترموستات رو سیم کشی کنی. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. بریم سراغ آموزش اتصالات ترموستات XHW3001. دوستان دقت کنید، این نمونه ترموستات دو نوع داره. یه نمونهش 220 ولت، یه نمونهش 12 یا 24 هست، یعنی DC اگه بخوام به صورت کلی بهتون بگم. این نمونه که الان دست من هست از نوع 220 ولت هست. پشت ماژول حالا درسته اینجا چینی نوشته، ولی که این قسمت گزینه که تیک خورده 220 ولت 1500 وات هست که به معنای ورودی و خروجی این ترموستات. دوستان دقت کنید اینا رو اشتباه استفاده نکنید. اگر که ترموستات 220 ولت هست به آداپتور نزنید و همینجور هم برعکس اگر که 12 و 24 به برق نزنیدش که منجر به سوختن ترموستاتتون میشه. بعد آموزش تنظیمات هم که داخل کانال موجوده، میتونید ببینید. از مشخصات ظاهری که بخوام بهتون بگم، دو تا کلید اینجا داریم، یه بالا و پایین هست که اینجا مشخصه. یه دونه 7 سگمنت ستایی داریم که اعداد و تنظیمات اینجا میتونید روش تنظیم کنید، نشون داده بهتون که با درجه سانتیگراد هست. به علاوه یه دونه LED که نشانگر خروجی رله یا همون روشن و یا خاموش بودن رله این ترموستات هست. دیگه حالا بقیه چیزاشم که دیگه جای اتصال پیچ به بدنه یا جایی بخواید وصلش کنید. بعد یه دونه سنسور اینجا داریم که همون سنسور NTC هست که سنسور مقاومتیه، که همون نمونه که داخل ترموستات‌های معمولی مثل 1209 هم موجوده، میتونید ببینیدش. اینجا ما دو تا سیم به رنگ قرمز و مشکی داریم، این وسط هم دو تا سیم داریم به رنگ مشکی و زرد. دقت کنید دوستان، من اگه بخوام نقشه سیم کشی رو کامل بهتون بگم، به این شکل اگر ما اینو اینجا قرار بدیم، من حالا اینو براتون میکشم که راحت تر باشه براتون. ما اینو ترموستات فرض میکنیم به همین شکل که اینجا هست و سیم هایی که اینجا ما داریم، یکیش سیم مشکی بود، سیم مشکی داریم اینجا به علاوه سیم قرمز. اون وسط هم که الان یه سیم مجدد مشکی داریم و حالا به جای زرد ما آبی میکشیم. خب پس دقت کنید اینجا به چه شکل اتصالات ما داریم. وقتی که ترموستات رو به همین شکل جلوی خودمون میگیریم که این پشتش باشه، اینجوری میگیریم، اینجا میشه مشکی قرمز و مشکی و زرد. برای اتصال شما این دوتا سیم قرمز و مشکی رو مستقیما وصل میکنید به دو شاخ برق، یعنی اینجا مستقیما میاد به برق 220 ولت. دقت کنید اینجا همون برق شهری هست، یعنی اینجا میاد سر دو شاخ. دقت کنید این نمونه چون نمونه 220 ولت 1500 وات بوده، این شکل میتونید وصل کنید. نمونه 12 ولت و 24 ولت که این پشت ذکر میشه رو حواستون باشه، اشتباها نیاید وصل کنید به برق. ترموستات اصلا میترکه چون ولتاژ ورودیش اونجا 12 و 24 DC. اینجا ورودیمون AC هست که مستقیم اینجا میاد به دو شاخ برق. حالا این قسمتی که داریم برای خروجی کارمون هست، شما میتونید هم لامپ بذارید. من حالا همه نمونهاشو تک تک براتون توضیح میدم. ما اینجا میتونیم بیاریمش به دو سر لامپ، یعنی یه لامپی ما اینجا داشته باشیم میاد به دو سر لامپ وصل میشه. پس مستقیم دو تا سیم میاد به لامپ، هیچ تغییری، هیچ سیم کشی خاصی نداره. سنسور هم که میذاریم حالا داخل دستگاه، بعد به این شکل وصلش میکنیم. به همین راحتی اتصالات انجام شد. حالا اگر یه سری از دوستان بخوام بیان چیکار کنن، مثلا بخوام بیان این ترموستات رو با دیمر پیکر بندی کنن. حالا خیلی از دوستان میگن که مثلا ما بخوایم دیمر استفاده کنیم باید چی کار کنیم. من مجدد حالا سعی میکنم اینا رو رنگ خودش باشه که متوجه بشید که اوکی باشه. خب
حالا ما اینجا پس این قسمت که مجدد به همون 220 ولت وصل میشه، یعنی میاد به همون سر دو شاخ. من اینجا می‌نویسم که اوکی باشه. این قسمت شما میاد برای وصل کردن دیمر به کارتون، مثلا تو یکی از این سیما فرقی نمیکنه، اینجا دیمر رو اینجا قرار میدید. دیمر یه سیم ورودی داره، یه سیم خروجی داره. من اینجا می‌نویسم دی که به هم معنی دیمره. پس یه سیم ورودی یه سیم خروجی اینجا میاد بیرون. این قسمت میاد جلو، اینجا وصل میشه به لامپی که داریم، میشه L. دقت کردین؟ پس این شد همون ترموستاتمون که اینجا قرار گرفته. این دو سر به دو شاخ، اینجا میاد یه وارد دیمر، خروج دیمر میاد به لامپتون. این روش راه اندازی حالا همین ترموستات با دیمر هست، به علاوه لامپ که میخواد گرما رو براتون ایجاد کنه. میریم سراغ نمونه بعدی. پس این نمونه هم شد با لامپ و دیمر که مجدد دقت کنید که حتما ترموستاتتون از نمونه 220 ولت 1500 وات باشه. اشتباه نکنید. اینجا خروجیمونه که اینجا اوته که ما کاری به این نداریم. اینجا 220 ولت 1500 وات باشه که پشت ماژول نوشته. اینو تکرار میکنم که حتما به این دقت کنید. ببینید چه گزینه‌ای، شاید بعضی موقع سه تا رو نوشته باشه یکیش تیک خورده. این تیک خورده رو حتما دقت کنید که اشتباه نکنید، چون واقعا نکته مهمی هست. میریم سراغ نمونه بعدی برای اتصالش. همونجوری که ما مجدد این ترموستات رو داریم به علاوه سیمایی که داره. خب پس مجدد من اینجا 220 ولت 1500 وات براتون می نویسم. اینجا هم که اوت کارمون هست. خب اینجا مجدد میاد به پریز و همون دو شاخ برق که اینجا میشه 220 ولت. ما کاری به این نداریم. این قسمت اینجا برای دوستانی هست که میخوان المنت وصل کنن. دقت کنید دوستان، پشت این نوشته 220 ولت 1500 وات. این 1500 واتی که برای شما نوشته یه چیز ایدئالیه. اگر از من سوال میپرسید بیایید تا 700 وات بیشتر بهش المنت وصل نکنید. یعنی نهایت چیزی که میتونید بهش وصل کنید 700 وات باشه، چون داخلش رله هست. اگه بیاد مستقیما همینه که خودش گفته وصل کنید، احتمال حالا اون اتصال کوتاه داخل اون کانکتوری که مال رله هست وجود میاد و اون حالا رله خراب میشه. به نظر من اینه که اگه بیاد نهایتا تا 700 وات که معمولا داخل حالا حوزه جوجه کشی المنت ها بین 300 تا 500 واته. دیدین اینا همش 300 یا 500. نحوه اتصال المنت هم به همون شکله، هیچ فرقی نمیکنه. این اگر المنتمون باشه به این شکل، یه سر اینجا یه سرم اینجا، یعنی فرقی نکرد. یعنی اینجا به راحتی مستقیم این همون لامپ وصل میشه. حالا این فکر کنید المنتمون هست که میشه المنت، بعد پس 300 وات یا 500 وات. حالا نهایت کار بشه 700 یا نهایت اگه میخواد دوتا مثلا بزنیم مثال 800 بشه. خب پس این بود آموزش اتصالات ترموستات XHW3001. اومدم هم براتون اتصال لامپ رو گفتم، هم لامپ با دیمر و هم المنت. دوستان دقت کنید، سر راه المنت نمیشه دیمر بذاری، یا اگر قرار باشه دیمر قرار بگیره اینجا باید حتما دیمرهای صنعتی باشه. این دیمرهای صنعتی هم همون دیمرها نیست که داخل حالا مثلا الکتریک شما برید بگید من دیمر میخوام. دیمرهای وات بالا هست، فرق میکنه برای المنت و اینا. و اصلا حالا میگم اینجا نذارید بهتره و شما بیاید برای المنت رو بیاید برای دستگاهایی که نیاز داره استفاده کنید. یعنی بیشتر هم استفاده هاتون مثل لامپ و اینا باشه و برای دستگاهی که حتما مثل استفاده از فنای تانژانت و اینا هست، مثلا فنای AC داره، المنت استفاده کنید که حتما اون المنت خنک بشه جلوی باد فن. اینم این نکته دیگه بود داخل این ویدیو. پس الان دیگه یاد گرفتین که اتصالات انجام بدید و اینکه این نمونه 220 ولت هست که به این شکل وصل میشه و نمونه حالا 24 و 12 با این اتصالاتش فرق میکنه. موفق باشید. انشالله ویدیوهایی که براتون ضبط میکنیم به دردتون بخوره. این بود ویدیو آموزشی
اتصالات XHW3001 ترموستات دما.